چیزی غیر از اون دانشه، اون قوانینه در ذهن تو دخیل بشه که بگی به خاطر این شرایط آدم ثروتمند میشه و ربطی به قوانین نداره، مطمئن باش اونا مانع ذهنی توه. مثلا بگی به کشور مرتبط، کشور خاصی، مثلا در آمریکا باشی ثروتمند میشی و در ایران باشی نمیتونی ثروتمند باشی، این یک باور محدود کننده است. یا بگی من زنم، زن که نمیتونه ثروتمند بشه، مرد بایستی ثروتمند بشه. اینا همه باورهای منفی و محدود کننده ثروته. پس یک بار برای همیشه به خودت یادآوری کن که ثروتمند شدن یعنی یادگیری قوانین ثروت و دیگر هیچ. تمام. این قوانین هم 99% ذهنیه، 1% شاید کمتر از 1% فیزیکیه که ما به این قوانین میگیم باورهای ثروت. پس اگه باورهای ثروت یا همون قوانین ثروت رو یاد بگیری، قوانین درستش رو یاد بگیری، میتونی به راحتی اونها رو به کار بگیری و به راحتی به ثروت برسی.